خب خب دوستان، کتاب معجزه سپاسگزاری رو ادامه میدم، براتون یک چند صفحه میخونم. کتاب بسیار بی‌نظیریه. خودتان سازنده زندگیتان هستید و سپاسگزاری در واقع راهکاری شگفت‌انگیز است تا بهترین زندگی را برای خودتان بیافرینید. اکنون با انجام دادن تمرین‌های شگفت‌انگیز موجود در این کتاب تا اندازه‌ای شالوده زندگیتان را بنا کردید. با کمک سپاسگزاری نیز می توانید همواره طبقه‌های بیشتر را به ساختار زندگیتان بیافزایید. به این ترتیب زندگیتان همواره به سطحی بالاتر و بالاتر می‌رسد تا اینکه می توانید ستاره‌ها را لمس کنید. برای بالا رفتن سطح زندگیتان به کمک معجزه سپاسگزاری هیچ نقطه پایانی را نمیتوان در نظر گرفت. همچنین برای شگفتی‌های به وجود آمده در نتیجه سپاسگزاری شما در زندگیتان نیز نمیتوان نقطه پایانی تعیین کرد. این شگفتی‌ها همچون ستاره‌های موجود در کائنات بیشمار هستند. سخن گفتن درباره سپاسگزاری بسیار فروتنانه و شادی بخش است. نشان دادن سپاسگزاری بسیار سخاوتمندانه و باشکوه است، اما سپاسگزارانه زیستن به راستی همچون احساس کردن بهشت است. از یوهانس استاد دانشگاه و شاعر. شیوه مناسب برای پیشروی کردن از جایگاه کنونیتان این است که شالوده‌ای را حفظ کنید که تاکنون با سپاسگزاری کردن از خداوند ساخته اید. همچنین بکوشید آن را به تدریج با افزایش دادن ژرفای احساس سپاسگزاریتان تقویت کنید. هرچه بیشتر سپاسگزاری کنید، ژرفای احساستان افزایش خواهد یافت و هرچه ژرفای سپاسگزاریتان افزایش یابد، سپاسگزارانه زیستن به حالت طبیعی زندگیتان تبدیل می شود. من اینجا کنار خیابونم، نزدیک خیابونم، خیلی سر صدای عذرخواهی میکنم. سپاسگزارانه زیستن به حالت طبیعی زندگیتان تبدیل می شود. می توانید این راهنمایی ها را به کار ببرید. انجام دادن تمرین شگفت‌انگیز شماره 26 یا معجزه را به یاد داشته باشید به صورت 3 روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه 2 تمرین. خب یه لحظه من گوشی رو جواب بدم، ببخشید. الو جانم، سلام، شب بخیر، چطورین؟ مرسی، سلامت باشین جان. من الان که همین جای کافه خلیج فارسم. نه بابا، هنوز بنایی داریم کار میکنم، تختار آماده میکنم جانم. خب خب درست. آره، فردا تربت هم. آها، خب عصر قرار بذارم باش.
صبح که نمیشه اون موقع تا خیلی زوده. باش. ورودی جدیدم داشتیم. ورودی جدیدم داشتین یا نه؟ درست. باش شمارشو بدین دوباره به هم، چون تو واتساپ بودیم با هم. چشم. باش الان زنگ میزنم بهش. باشه شمارشو برام بفرستین. ممنون. فعلا خدا نگهدار. خدا. خب ببخشید که مجبور شدم این تلفن جواب بدم. خب دوباره از انجام دادن بخونم. انجام دادن تمرین شگفت انگیز شماره 26 یا معجزه را به یاد داشته باشید به صورت 3 روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه 2 تمرین شگفت انگیز دیگر به انتخاب خودتان سبب می شود وضعیت کنونی سپاسگزارانه زیستنتان را حفظ کنید و بتوانید همواره شگفتی های بیشتری را در زندگیتان بیافرینید تا زندگیتان روز به روز بهتر و بهتر شود. برای نمونه شاید بخواهید تمرین معجزه را به یاد داشته باشید. تمرین روابط شگفت‌انگیز و تمرین چک شگفت‌انگیز را به ترتیب در روز اول، دوم و سوم انجام دهید. انجام دادن تمرین معجزه را به یاد داشته باشید. تمرین روابط شگفت‌انگیز و تمرین چک شگفت‌انگیز رو به ترتیب در روز اول، دوم و سوم انجام دهید. دوباره خوندم. خب انجام دادن تمرین معجزه را به یاد داشته باشید به صورت 4 روز در هفته یا انجام دادن به همراه 3 تمرین شگفت‌انگیز دیگر به انتخاب خودتان به شما کمک می‌کند سپاسگزار باشید و شگفتی های زندگیتان را افزایش دهید. انجام دادن تمرین معجزه را به یاد داشته باشید به صورت 5 روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه 4 تمرین شگفت‌انگیز دیگر به انتخاب خودتان میزان شادمانی شما و شگفتی های زندگیتان را در هر بخش و هر موقعیتی به شدت افزایش خواهد داد. انجام دادن تمرین معجزه را به یاد داشته باشید. چه جالب این معجزه را به یاد داشته باشید. باید براتون یه دور میخونم باز تمرینشون. به صورت 6 یا 7 روز در هفته یا انجام دادن آن به همراه هر یک از تمرین‌های شگفت‌انگیز دیگر به انتخاب خودتان سبب می‌شود به کیمیاگری و موقع می‌تواند در حال مثبت به وجود آورد. بله